خدا. عزیزم هستی؟ خوبی؟ اصلا ما تو حوزه استفاضی شما هستی؟ مثلا ما رو آدم حساب میکنی؟ چی کار داریم؟ پاره شدیم ما. من نمیدونم این چه این چه سرشتی، این چه امتحانیه دیگه. چی کار مگه میشه؟ اصلا شما، من نمیدونم ما چطوری اصلا ما وجود داریم. هر چی میشه ما 6 ماه بعد بهش عادت میکنیم. اینترنت قطع میکنن 6 ماه بعد عادت میکنن. برق و روزی 4 ساعت قطع میکنن ما عادت میکنیم، موتور برق میخریم. هوا آلوده است عادت میکنیم. مگه میشه مردم به جنگ عادت کنن؟ ما 2 روز پیش همین اطراف ما رو زدن. یه شهرستان کوچیکی از نزدیک گرگان آقلا اینجا نیست که زدن. صبح به صبح من پا میشم، اولین کاری که میکنم، مردم روتین پوستی دارن صبحانه و من صبح پا میشم ببینم اینترنت قطعه یا نه. این بغل دست ما رو زدن. بعد میگم یکی پرسه ما زدم ما رو موشک خورده این اطراف؟ میگه نه چیز خاصی نیست، همینجوری تو ریل راهن. یعنی چی چیز خاصی؟ موشک خورده یعنی چی چیز؟ ما کی عادت کردیم به موشک خوردن؟ ولش کن.